در بخش راهنمای برنامه قرار داریم و خوشبختانه مولوی میر حیدر نظری شیرزاد مهمان برنامه ما هست و قرار است راجع به یک موضوع بسیار مهم و اساسی صحبت بکنیم. این که میتونیم از دوران و روزگار صحابه کرام چقدر درس عالی برای آزادی بگیریم. آقای شیرزاد سلام، صبحتان بخیر و بسیار زیاد خوش آمدید. سلام، عرض ادب حضور شما استادگان قدر، همچنان حضور بینندگان عزیز شما کنه که شما و هموطنان ما جور و صحت و تندرستی. اظهار سپاس، بسیار زیاد خوش آمدین به تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان. آقای شیرزاد بگین آغاز بکنیم از این که شما واژه آزادی را چگونه تعریف میکنید؟ سلامت باشید بزرگوار. اولا از همه میاییم آزادی را از دیدگاه قرآن بیان میکنیم. بسیار اگرچه کلمه یا واژه آزادی در قرآن عظیم شان صریحا ذکر نشده، ولی از لابلای آیات های قرآن کریم ما میابیم که در ارتباط به مباحث مربوط به آزادی الله متعال ارشاداتی و راهنمودهای داشته. از جمله که الله متعال در قرآن عظیم شان میفرماید که انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. در اینجا الله متعال انسانها را در بعد انتخاب دین و سایر امورات آزاد گذاشته. میگه که ما شما را براتون آزاد گذاشته، میتونید که دلتان که راه درست انتخاب میکنید، دلتان راه درست، اما عواقبش یعنی آینده ایش که هر نوع این مسیرها براتون چی مکافات باشه مجازات داد بدون به عهده خودتان است، یعنی جبر در دین نیست. یا در جای دیگر قرآن عظیم الشان الله متعال میفرماید ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده. الله متعال اگر ما میخواستم به قدرت کامله خود تمام انسان ها را بیا یک دین، یک آیین و یک امت واحد قرار میدادیم. یعنی هیچ آیین امت دین جز دین اسلام را نمیپذیرفتم، همگی باید به یک دین میبود از روی جبران. ولی الله متعال ولو شاء ربک، یعنی اگر میخواستم که یعنی نخواستم، یعنی شما انسان ها را آزاد گذاشتم در انتخابتان که شما آزادانه انتخاب بکنید در دینتان، در امورتان هم و عبادت هم. زمان ارزشمند است استاد گرانقدر که انسان از روی آزادی و انتخاب کامل و دقت کامل و از روی که برش جبر اکراه نبوده باشه انجام بدهد. زیرا که الله متعال در قرآن کریم باز اشاره میکنه لا اکراه فی الدین، حتی یعنی جبر و اکراهی در دین وجود نداره. بنابراین جمع بندی قرآن عظیم الشان آزادی را در سه بخش تقسیم میکنه. آزادی درونی است که عبارت است از کنترل نفس و همچنان دوری نمودن از شرک است که الله متعال بازم در ارتباط میفرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه. یا در جای دیگر الله متعال میفرماید که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. ببینن اینجا الله متعال انسان ها را از برداشت شدن در زیر سلطه و استثمار نفس قرار گرفتن انسان را هشدار میدهد که بهترین آزادی است که انسان از بردگی نفس خود را بیرون بکنه. دوم، قرآن عظیم الشان آزادی را در بود فکری به ما شما درس میدهد که انسان در انتخاب عقیده و دینش آزاد است. قرآن عظیم الشان صراحتا بیان میکنه لا اکراه فی الدین، یعنی هیچ نوع جبر و اکراهی در پذیرش یک دینی خاص برایش موجود نداره. شما در انتخاب دینتان آزاد هستید. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. قرآن میگه دلتان که شما اگر خواستید ایمان بیاورید، اگر خواستید ایمان نوارید، اختیار دلتان است، ولی عواقبش هم برمیگرده به گردن خودتان. الله متعال در هیچ نوع مسئولیتی نداره راجع به ما و شما. بنابراین اساس است که ما و شما بازی سومینش از استاد گرانقدر در ارتباط به آزادی اجتماعی است که انسان در اجتماع باید آزاد بوده باشه، در اجتماع باید از هر نوع آزادی باید برخوردار باشه. الله متعال بیان میکنه قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. در اینجا الله متعال انسان ها را از بردگی شخص و فرد و قدرتمند و زورمند و سلطه بیرون میکنه. میگه شما بیایید به سوی پروردگاری که او پروردگار شما را خلق کرده و شما را آفریده و برای شما همه نعمت های گوناگون را در زندگی براتون عطا کرده. بسیار عالی. جناب شیرزاد، بیاین بگردیم به دوران صحابه کرام و اشاره به بعضی از قصه های آن روزگار بکنیم و ارتباط بتیم به آزادی و چقدر درس گرفته میتونیم از روزگار و زندگی صحابه کرام تا برای ما الگوی برای آزاد زیستن، آزاد زندگی کردن و هیچگاه زیر استعمار و یوغ اسارت بیگانگان قرار نگرفتن ما زندگی بکنیم. بدون شک بزرگوار،
اگرچه تمام پیامبران علیهم السلام کم بیش که 24,000 پیامبر که گذاشتن، همه اینها پیامشان پیام می بوده که انسانها را به سوی آزادی، به سوی حریت، به سوی فلاح و رستگاری دعوت میکنن. مانندی که الله متعال موسی علیه السلام را به خاطر رها ساختن مردم از زیر ظلم و یوغ استکبار زمان که فرعون بود نازل میکنه و میفرستش. و موسی علیه السلام مردم را دعوت میکنه، فرا میخوانه از سوی عبادت به یک شخص که فرعون بود به سوی ذات اقدس الهی و مبارزه خود را آغاز میکنه. نمونه دیگر مانند ابراهیم علیه السلام در مقابل نمرود قد علم میکنه، همراهش استدلال میکنه، از راه استدلال منطقی و نمرود را برش وانمود میکنه که تو شایستگی و لیاقت خدا بودن را ندارید و مردم باید به کسی به ذات سرخم بکنه که او ذات ارزش عبادت را داره، سرخم کردن را داره و توانای قدرت زنده کردن، از بین میرانیدن و سایر امورات را داره. همچنان در عصر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم صحابه کرام هم کل زندگیشان را که ما میبینیم قهرمانی ها، ایثار و فداکاریشان فقط به خاطر چی بوده؟ به خاطر ازی بوده که انسان ها باید آزاد بوده باشند در تمام اموراتشان. همین که حالا ما شما در کشور عزیز خودمان افغانستان که یک تعداد صحابه کرام آمدن اینجا به شهادت رسیدن، همه اینها به خاطر قدرت و مال و جاه و منصب نیامده بودن. اینا فقط پیامشان پیام آزادی بود، پیامشان پیام اسلام بود، پیامشان پیام ازی بود که انسان ها باید زیر یوغ هیچ قدرتمندی نباشد، آزاد زندگی بکنه. الله اینها را آزاد آفریده. در عصر دودمان حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که خلیفه دوم مسلمین بودن، یک مرد از مصر رنجور و ناراحت میآید به طرف مدینه منوره به دربار حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. هنگامی که این مرد مصری اینجا میرسد در نزد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شکایت میکند از پسر والی مصر که عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه که والی مصر بود، از پسر از شکایت میکنه و میگوید که یا امیر المؤمنین، من با پسر والی مصر مسابقه دویش اسبدوانی داشتیم. هنگامی که اسب من از اسب بچه والی مصر سبقت گرفت، او به تازیانه بر من زد و مرا ناراحت کرد. ما آمدم شکایت کردم. همین بود که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سریعا نامه میفرسته به والی مصر که خود را به دربار مدینه به دربار خلافت حاضر بکنه. هنگامی که حضرت عمرو بن عاص والی مصر با پسرش میآید، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او قبطی مصری را براش تازیانه را میدهد و میگوید بزن این نفر پسر والی مصر را. بعد از هنگامی که امو حق از او میگیره، یعنی امو عدالت در حقش تطبیق میشه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در اینجا یک جمله تاریخی را ذکر میکنه و میفرماید میگه و شما تا چی وقت شده که انسان ها را به بردگی خود گرفتید و قد ولدتهم متى، از سرش متا استعبدتم الناس، از کی تا به حال شما مردم را به غلامی بردگی خود گرفتید. و قد ولدتهم امهاتهم احرارا، در حالی که مادرانشان اینها را آزاد به دنیا آورده، آزاد اینها آمدن. شما از کی تا بالا این مردم را به بردگی و به غلامی خود گرفتید. اینجا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اشاره به این میکنه که انسان اگرچه انسان در هر مقام منصبی بوده باشه، ولو که پسر رئیس بوده باشه، ولو که پسر امیر بوده باشه، والی بوده باشه، در هر مقام منصبی بوده باشه، هیچگاه حق نداری بر انسانی بر فرد دیگری ظلم بکنی، زیرا که آزاد بودن، آزاد زیستن یک حق اساسی و فطری هر انسان است. هر انسان دوست داره که آزاد بوده باشه. جناب مولوی صاحب، ما همانگونه که شما هم تعریف داشتین آزادی رو این گونه تعریف میکنیم که زیستن زیر قانون پروردگار، همان قانونی که مطابق فطرت انسان ها برای انسان ها توسط نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده شده است، همین بهترین آزادی هست و زندگی کردن غیر از این ما به نام بردگی میشناسیم. این زندگی کردن زیر یک قانون اسلامی، زیر یک دولت اسلامی چقدر کمک کننده هست برای این که آرامی و راحتی حاکم آن جامعه باشد؟ بدون شک بزرگوار، در جامعه‌ای که در اون جامعه انسان ها آزاد نبوده باشند، حق آزادی در انتخاب عقیده و دین مذهب خود را نداشته باشند، حق آزادی در امورات اجتماعی و سیاسی اقتصادی خود را نداشته باشند، او انسان ها هیچگاه آزاد خود را نگفته میتونن و نه واژه آزادی بر بالایشان اطلاق میکنن. یک از بزرگترین نعمت‌های الهی بر بالای هر انسانی آزاد بودن، آزاد زیستن در زیر سایه شریعت الهی و در زیر نظام اسلامی است. بسیار الحمدلله ثم الحمدلله، ملت افغانستان، مردم افغانستان در طول ادوار تاریخ ثابت ساختن و این را عملا ثابت ساختن که هیچگاه یوغ استکبار، یوغ طاغوت، یوغ بردگی را برگردن
نپذیرفتن و قبول نکردن و زیر تحت استعمار و استثمار هیچ قدرت قرار نگرفتن. در طول ادوار تاریخ مردم ما هزارها میلیونها انسان را شهید، زخمی، یتیم و معلول به جا گذاشتن. یگانه هدفشان آزاد بودن، آزاد زیستن بود. هیچ آرزوی مرام دیگری نداشتن. همین که سلاح برداشتن در مقابل ابرقدرت زمان که بریتانیای کبیر بود، نیاکان ما و شما، که بریتانیای کبیر که اصطلاح عامیه داشت که میگفتن آفتاب بر سرزمین بریتانیای کبیر غروب نمیکنه، از آن قدر که سلطه و قدرتشان بزرگ بود. ولی اینمی مردم افغانستان، ملت شهید پرور، ملت مجاهد و قهرمان غیر افغانستان، نیاکان ما و شما در مقابل اونم و ابرقدرت وقت و زمان ایستادگی میکنن به خاطر آزادیشان، به خاطری که در وطنشان، در خاکشان آزادی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تمام آزادی فرهنگی، تمام آزادی فکری، این آزادی ها را داشته باشند و به خاطر به دست آوردن از این مبارزه کردن، قربانی دادن، خون دادن، شهید دادن. چرا که هیچ آزادی بدون قربانی به دست نمی آید. اگر میخوایم آزاد بوده باشیم باید قربانی بدیم. آزادی دسته گل نیست که دیگران به ما تقدیم بکنه. آزادی از خود قیمت داره، قیمت میخواد. او قیمتش فرق نمیکنه چی قیمت جانت بوده باشه که خونت هم میرزونی، قیمت مالت بوده باشه، قیمت عقلت بوده باشه، به هر قیمتی باشه باید آزادی را به دست آورد. بسیار. پس نیاکان ما اون وقت مبارزه کردن و بزرگترین ابرقدرت زمان را به زانو درآوردن. در عصر پدران ما و شما که ابرقدرت دیگر جهان که شوروی وقت و زمان بود او را شکست دادن، در مقابل ابرقدرت شوروی قد علم کردن. اونم به خاطر همین آزادی بود که ما باید آزاد بوده باشیم. و همچنان در عصر فعلی ما و شما که حالا مجاهدین امروزی ما و شما که در مقابل بزرگترین ابرقدرت جهان که آمریکا و ناتو بود، متحدینشان بود که در مقابل از قیام کردن، مبارزه کردن، جهاد کردن، به خاطر چی بوده؟ فقط به خاطر از بوده که سرزمین ما آزاد باشه، ملت ما آزاد باشه، وطن ما آزاد باشه. ما در این وطن در تمام اموراتش خودمان مستقل بوده باشیم، خودمان تصمیم گرفته باشیم، در امورات داخلی و بیرونمان، در سیاست داخلی و بیرونی ما آزاد بوده باشیم. کسی ما را دیکته نکنه، سفارت بر ما زوری نکنه که فلان وزیر در فلان پست شما بگمارید از طرف ما یا از بنابراین اساس انسان در طول ادوار ما شما نیاز اساسی برای آزاد بودن، آزاد استن داریم و از جمله هم حق فطری هر انسان است که باید. بسیار سپاس جناب مولوی صاحب از این که مهمان برنامه ما بودین. واقعا اشارات بسیار عالی برای نصوص داشتین و ارتباط دادین آزادی را به دوران صحابه کرام و اینکه چقدر ما میتونیم درس بگیریم از روزگار صحابه. ممنونتان. در اخیر اگر حرف و پیام باقی هست کوتاه میتونین به هموطنان عزیز شما برسانید. با عزت بوده باشید. اولا تشکری میکنم از شما که ما را پذیرفتین به مهمانیتان و تانستیم از طریق تلویزیون شما با هموطنان و با تمام بینندگان شما هم صحبت شده باشیم. خدا کنه که همگی شما جور صحتمند و موفق و کامگار در امور کاریتان بوده باشین. پیام ما برای تمام مردم افغانستان هم است که کوشش بکنن در تمام امورات هیچ نوع بردگی، هیچ نوع ظلم ستم را بر خود نپذیرند، زیرا که الله متعال ما را آزاد خلق کرده. آزادی ولو که هر قدری که اگر قیمتی بخواه قیمت دادنش شیرین تر است، به خاطر که ثمرات از شیرین تر است. به خاطر از اینکه ما آزاد بوده باشیم باید مبارزه بکنیم. بسیار. هیچ جای استعمار را قبول نکنیم. در هر گوشه و اطراف که هموطنان ما هستند کوشش بکنن برای فرزندانشان درس آزادگی را بده. در نسل بعدی ما شما که نسل بعدی ما شما هم هر از گذشتن از سلف خود درس درست گرفتن برای آینده خود تصمیم گیره. با عزت باشین. اظهار سپاس. ممنونتان.